съемка мекунем. Бадуна домло баробари мустафидо аҳли маҳаллакати маҳсулот хизмат кастем. Муайян بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادرانی که صدای ما را میشنوید ان شاء الله الحمدلله من دوم روز است الحمدلله خلق هوشیار زمین مثال بنده یک تن یک جان ان شاء الله خدا خواهد من حدولی خدا خواهد ان شاء الله یعنی مسجد برای زیب و زینت دادن ان شاء الله کمر همت بسیار الله سبحانه و تعالی همه برادری که در اینجا خدمت دارند ان شاء الله الله اولا خدا خواهد راضی شدگی باشد. الحمدلله شما مشاهده میکنین خدا خواهد ان شاء الله یعنی کارای ما چون که اکثر برادر در مسافرت هستند گاهی میپرسن که چی دست از چینه برای همین برای معلومات دادنی همون برادر خدا خواهد این نوادار میکنیم. اولا همون برادران خدا خود عمرشون رزقشون کسب کارشون الله برکات عطا کنه چون که و یادم خدمتاشون دریغ نداشتن چی مالی چی جانی خدا خواهد باشدم یادم کسایی که ما از تمام مسلمانان روی دنیا منت داریم خصوصا از اهل تاجیک ان شاء الله خدا خواهد تاجیکستان برادرها که دائم در خدا خواهد دعای ما دائم در کمک خدا خواهد اهل جمعیت ما هستند. الله خدا همه مسافران را خدا کسانی که حتیان کدام ملت باشد این خدا خانه خدا یعنی یاردم که دریغ نداشتن خدا در امراش در رزقش کسب و کاراش الله خدا خود برکات عطا نماید. در دورم باشه دل نزدیک ان شاء الله خدا خواهد. البته اجر این خانه فقط خدا خواهد آفریدگار خودش میتید چون که این خانه خدا های ان شاء الله این اجر شد مکافات چی در این دنیا چی در آخرت قصرهای پاشانشین فقط چون که پیغمبر نازنین محمد علیه السلام هم اولین وقتی که خدا خواهد از مکه به مدینه رفتن اولین نه خانه بنا کردن نه دچه بنا کردن نه دیگر اولین خانه الله ان شاء الله برای چی رضای الله بود. ما مقصدمون رضای الله است ان شاء الله. گر میگه خدا شود از بنده راضی با او یار است استقبال بازی. اگر الله از ما راضی شود این دنیا هم او دنیا هم اجر و مکافاتش به حساب و بیکار میکرد. همیشه صحت باشین همیشه سلامت باشین ان شاء الله. کارهای ما خدا خواهم ادامه دارد. الله سبحانه و تعالی خودش مددگار خودش ان شاء الله خدا خواهد قوتیت نباشد. من از برادرها خدا خواهد در این شرکت دارم یک چند سخن میکردیم در رفتی کاری ما الحمدلله. اولا ما سلام علیکم و تمام آن شخصانی که ما را در صدای قرآن میشنوند. ما امروز تمام خلقی هوشیار دهات هوشیار شهر بچهای هوشیار من از یک گریبان سر برآورده برای خانه الله آباد کردن آمده همینجا باید دیگر دستی کمک رسانده من خانه خود را آباد کرد. حتی که ببینید من داملا موسفیدا همه یاشا آمده در همینجا یک میگویند که یک مشیده همه یک جای خانه خود را آباد کردیم. ما ای تمامی مردمی که در مسافری هستند که ما دستگیری میکنن چی گپای نسل چی مالی و چی اقتصادی من یاردم رسونیم برای هوای ما میندار هستیم. دائما و یا سلامت باشند در دعا باشند که تیزتر همین خانه خدا که در دهاتی ما با نام تاج محل بنیاد شده ایستاده است تیزتر آباد شود و ما هم آرزوی در دهن همین خانه خدا نماز خوانده میپرسیم تمام مردم دائما در دعا باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله برادران اهل اسلام. اینجا تعهرات خونم و کوروشم رفته ایستاده است. الحمدلله برادران در جازی کافی زده استیان میدونید تماشا میکنید. سلام علیکم. آقا سریع تفاوت چی بزنید میکنه خودت؟ موندویکو. موندویکو.
شردن کردان یا مرده نشه سلامتی سلامتی